سلام به همه دوستان عزیز. امروز میخوام گرفتن انفو یخی و انفو هاچی و انفو توچی و ایچی یخی رو برای شما یاد بدم با این کد. اگر دو چیز لازمه که بدون اینه که باید بدونی که عادیتون چی است. عادیتون هم همینه، عادیت دیگم که بلسته و اون هاش در زیر اسمتون یه عادی وجود داره چه به اون میگن ببخشید عادیت دادیم. البته یه سایتی وجود داره که خود پابجی موبایل هستش. اونجا ایدیم کد عادیتون رو میزنید و انفو یا انفو و یا هر چیز دیگه که میخواستین رو در میان به میل از اینجا میزنین، میان به میلتون و بعد در اینجا در اولین شی میاد. بریم به سراغ اون سایت دیگه بدیم بریم و از اینجا خواهشیم اول از هرکی میریم به موجر گوشیتون. من رفتم به موجر گوشیم، یعنی همینجا. در اینجا میبینی که مینویسین پرینت گیمر، همینجا پرینت گیمر اینا هست. این سین کنیم میتونیم. خب اولین سایتی که اومدونه خب با اینا کار نداریم. خب با اینجا روی این صورتی یعنی آدمی که هستش میزنین، کلیک میکنین. این هم یه سایت هندی است که با فیلتریشن هم میتونیم برین. خب اینا هاش این مورد من الان کپی کردم. این ریدیم کده، اینا همون ریدیم کدهای خودشون هستن. اینفو ویزادم داره. خب این ریدیم کد درسته و توی سایتی که الان میریم اونجا میزنیم. من فعلا اینفو یا خیلی رو کپی میکنم و اسم اون سایتی که ریدیم کد میشه توش زد. این همون پابجی موبایل ریدیم کده. پابجی موبایل ریدیمه، همین اولی که سایتی که اومدیم پابجی موبایل ریدیم. خب اول در اینجا عادیت رو می نویسین. من اول کد رو کپی کردم اینجا حساب کنم. بریم عادی و بعد هم زود بیم. یه لحظه صبر کنید. خب وارد بازی می شدیم. از اینجا میم الان گیدم کد رو برمی داریم. میم به اینجا کپی میکنیم. خب کپی شد. بریم به سراغ اون سایت تلگرام که تو شد میزنیم. رسته کنیم. خب عادی اون در اینجا کپی میکنیم و اینجا یک کد امنیتی وجود داره. اونا هم حتما بزنیم بره و بعد از این رده میمچی رده ما میزنیم. خب الان افاقی برای من اومدم میتونم درستش کنم. شما هم هرچه اینطور بزنیم میتونین افاقی یا هر چیزی داشتین و میخواستین رو باید کد دریافت کنید. امیدوارم که از آموزش ما خوشتون بیاد و تا آموزش و فیلم های دیگه شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدار.